ثروت اساسی انسان در سرش است، نه در جیبش. آدمان ثروتمند با همان چیزی که در سرشون است که آنها دارند معاشرت میکنند. تجربه های خود را مبادله میکنند و دائما در جستجوی ایده های نو برای پول کار کردنند. آنها فکر نمیکنند که پول از کجا گیرند، بلکه آن را با فایده آور به کجا سرمایه گذاری میکنند. در این وقت مردمی کم بی‌زاعت از مسئله های تماما دیگر نگران هستند. آنها درباره آن فکر میکنند که چگونه قرض را سری وقت پرداخت کنند، حق خدمت کمونی را پرداخت کنند، از کجا برای خوراک پول گیرند. و آیا آدمان ثروتمند قرض و حق خدمت کمونی را پرداخت نمی کنند؟ بله، آنها این را نیز می کنند. تنها این روند برایشان وقت خیلی کم را طلب می کند و بعضا آنها حتی کارمندانی دارند که چنین مسئله ها را حل می کنند و به آنها امکان می دهد که وقتی میده چویده ها را از دست ندهند. کمبغلان فکر می کنند که همه خوبی ها تمام شده است. آنها از امکانات های از دست رفته بسیار پشیمان می شوند. خود را و دیگران را عیبدار می کنند. اگر من به یگان دانشگاه دیگر می رفتم، اگر سردارم مرا به یگان وظیفه خوب می ماند و غیره، با چنین گپ ها خود را تسلی می دهند. همزمان آدمان دارای پسیکولوژی ثروتمند درک می کنند که در پیش بسیار چیزهای خوب می شود. آنها خود را در آینده درک می کنند. آنها می توانند محیط آدمان موفق را تصور کنند که کودکان چگونه تحصیلات خوب می گیرند، آنها چگونه زندگی می کنند، که آرزو دارند زندگی کنند، امکان اجرای این عمل را احساس می کنند. از روی آمار آدمان ثروتمند به خطاگی ها بیشتر راه می دهند، اما پس از ناکامی آنها زود خواهش گذاشتن هدف نو را حس می کنند. آدمان دارای پسیکولوژی کم بی‌زاعت برعکس، اگر آنها به نیک احوالی مالیوی نائل شوند، پس بر ناکامی دچار آیند، آنها زود در سر خود تاثیرهای کم بی‌زاعتی و آفت‌ها را می‌کشند. کم بی‌زاعتان فکر می‌کنند که چقدر که بسیار کار کنند، همان قدر پول زیاد کار می‌کنند. آنها همین روند را دائما تکرار می‌کنند. آدمان ثروتمند موفقیت‌های بیشتر آموخته، امکانات‌های نو را عایدی به دست آوردن پول می‌آموزند. از مشکلات نمی‌ترسند و همیشه کوشش می‌کنند که فایده را زیاد کنند. آنها برای ناکامی‌های خود بهانه نمی‌جویند. مثلا امکانیت نیست، پیوست شوی نیست، بخت نیست، وقت نیست و غیره. آدمان ثروتمند بدون رابطه، بدون خویشاوندان و همه گونه تعصب به سوی مقصدهای خود می‌روند و هیچگاه در اینجا نمی‌ایستند. آنها پولهای خود را بیهوده صرف نمی‌کنند و می‌کوشند که پول دائما کار کند. این باز یک خصوصیت شخصیت فلسفه بای میباشد. چگونه تفکر خود را تغییر دهید تا شخصی ثروتمند شوید؟ اگر شما خواهید که بای باشید، خود را بای شمارید. بار روانشناس و مربی بیزنس ناتالیا گریس گفته بود: ثروت و کم بی‌زاعتی حالت عقل و تفکر شماست. آدمان ثروتمند تمام اون را می‌آموزند. آنها دائما ترینینگ های ثمره بخش و عمل دائمی را اولاتر می‌دانند. آنها مطمئنند که اگر از گرفتن دانش نو دست کشند، موقع خود را از دست می‌دهند. پول معنای حیات نیست. ثروتمندان با آنها همچون وسیله مناسبت می‌کنند که امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد. آنها از تلفات و ناکامی‌هایی که حیات هر یک آدم را همراهی می‌کنند نمی‌ترسند. ثروتمندان خود را می‌سازند. آدمانی که دارای ثروت مالیوی خیلی کم هستند عادتاً به جریان می‌روند، اما در اصل بسیار میلیونرها هم نه امکانیت و نه پول داشتند و نه دانش، اما آنها برای موفقیت آینده مستقلانه شرایط فراهم می‌آوردند. کمبغلان منتظر فرصت مناسب برای سر کردن پول خوبند، اما آنها بسیار جمله ها را با کلمه های نادیده میگیرند. این از آن من نیست به مانند اینها. میلیونرها این عادت را ندارند. اگر آنها میخواهند که پول کار کنند، آن را به دست میآورند. آنها آدمان عمل کننده میباشند. میلیونرها اینچنین از سرمایه گذاری و اعتماد به دیگران نمیترسند. بله، ما یک شهروند میانه حال عادت کردیم که به همه گونه پیشنهادها شبهه کنیم، در حالی که ثروتمندان در آغاز فعالیتشان از هر فرصت استفاده میکنند. البته این از آن نه تنها ذهن بلند بلکه قدرت اراده نیز طلب میکرد. پولهای خود را به این مانند بیهوده صرف نکنید. کمبغلان به خرج کردن پول عادت کردند. این نمونه را ماه به ماه، سال به سال تکرار میکنند. در واقع برای ثروتمند شدن شما باید حساب کردن هر یک تین را آموزید. میلیونرها اکثر وقت پول نمیدهند که و همیشه در مغازه تغییرات را میگیرند، زیرا این دینارها کاری آنها، نیرو و ذهن آنهاست. آنها همیشه مشاهده میکنند که پولهای خود را در کجا و کی صرف کنند. آدمانی که دارای کمی معلومات مالیوی اند نمیدونند که معاششان به کجا رفته است.
آنها خراجاتها را قید نمیکنند، بنابراین اکثر وقت مجبورند قرض گیرند. اینچنین کمبیزاتون به خرید و فروش عادت نکردند. آنها همیشه مبلغ به دست آورده را مصرف میکنند. میلیونرها هیچگاه برای این یا آن چیز از حد زیاد مبلغ صرف نمیکنند. بعضا چنین رفتار باعث تعجب دیگران میگردد. چرا با سرمایه میلیون ها دلار از فروشنده در مغازه تخفیف 5% طلب میکند؟ زیرا ثروتمندان همیشه در همه چیز منفعت میجویند، حتی خردترین چیز. وقت پول است. وقتی آن رسیده است که آنهایی که میخواهند پول کار کنند این حقیقت عادی را بیاموزند. حیات آدمان ثروتمند چنین کرده می شود و شتاب نمی کنند، اما در عین زمان آنها میدانند که وقتی خود را چگونه درست استفاده برند و وظیفه های در نزدشان گذاشته شده را ثمره‌ناک حل کنند. وقتی آنها با دقیقه ها با نقشه گرفته شده است، آنها میدانند که در 30 دقیقه یا در 6 ساعت در کجا خواهند بود. از این رو آنها هیچگاه شتاب نمی کنند، اما در عین زمان آنها دیر نمی کنند، در حالی که کمبغلان به کار وقت ندارند و اکثر وقت خود را آدمانی ناپوره و به مسئولیت نشان می دهند. در برابر این گفته ها می خواهم یک چند نقطه را از کتاب استاد سید مراد دولتوف به شما همچون اقتباس رسانم. ثروتمندان طبق درجه فراوانی، ناداران طبق درجه کمبودی فکر می کنند. درجه کمبودی یعنی نارسایی چه معنی دارد؟ تمام روز آنها می توانند فکر کنند که ماهانه آنها برای گرفتن چیزی نمی رسد. مثلا شخصی که پول را برای پرداخت خدمات کمونالی، نقلیات، خرید غذا، لباس و غیره خرج می کند، چنین ملاحظه دارد: من حق خدمات کمونالی پرداختم، مواد غذایی گرفتم، اکنون برای پول تحصیل بچه ها و تعمیر خانه پول باید پیدا کنم. او همیشه درباره مشکلات خود فکر می کند. یکی از آنها را حل نموده از پی دیگرش می شود و در آخر مسئله های حل نگردیده باز باقی می ماند. همین طریق او ملاحظه و محاکمه رانی نموده در درجه نارسایی اندیشه کرده عقل و هوش خود را به آن روانه می کند که اول برای لباس، سپس برای تحصیل بچگان، بعد از آن برای تعمیر خانه باید پول به دست آورد. این معنی آن را دارد که اگر در ماه دیگر نیز درآمد او بیشتر شود، از دو سر باز پولش کفایت نمی کند. از این هم بیشتر پول به دست آورد باز هم نمی رسد، زیرا خود روند به دست آوردن درآمد مثل با سوزن کافتن خندق است. در این صورت به دست آوردن نتیجه نظر است خیلی مشکل است. حالت خرج پول را میتوان با ریختن آب بروی رگ سوزان بیابان مانند نمود که در ثانیه‌های بیشمار رگ آب را به خود کشیده و ناپدید میگردد. بیاید یک جای تحلیل میکنیم. آخر شما یک زمان $200 معاش یا درآمد داشتید و با همان زندگی میکردید. بعدتر $300 کار میکردید ولی نمیرسید. اگر $500 کار کنید هم فرق ندارد، باز تمام مبلغ به بقیه صرف احتیاجات همان روزه میگردد. زیرا مشکلات در پول نیست، مشکلات در تفکر شماست و شما هر قدر سعی و تلاش کنید هم خود حیات چنین وضعیت را فراهم میکند. آنگاه از سر نو باز نارسایی واسطه های مالیوی یعنی محتاجی را احساس میکنید. تصور میکنیم آدمانی که ماه 500 سومانی درآمد دارد در بازی لاتاری $1000 یا $10,000 برد میکند. به نظر وی چنین مینماید که این مبلغ خیلی کلان است و آن برای همه چیز میرسد، اما بعد مدت او همه برد را به نظر خودش برای چیزهای مهم خرج میکند و پول تمام میشود، زیرا مسئله های اساسی نرسیدن پول برای او باقی مانده است. چقدر که این آدم پول به دست آورد باز برای او همیشه نمیرسد. حیات چنین است. همین که یک مسئله رو حل کردید باز دیگرش پیدا می شود. برای حل آن پول پیدا کردید باز مسئله نو روبروی شما قرار می گیرد. واقعیت کار این است که مسئله نرسیدن پول در مرکز دقت شما قرار دارد. حالا که چیزی را که انسان در مرکز دقت گذارد آن خاصیت افزایش و رشد کردن را پیدا می کند. اگر او در مرکز دقت خود بیماری را جای دهد آن روز تا روز اوج می گیرد. اگر او در مرکز دقت خود عشق را گذارد آنگاه عشق و محبت او باز قوی تر می گردد. اگر انسان در مرکز دقت درآمدهای خود را گذارد آنگاه آنها به افزایش یافتن شروع می کند. اما اگر در مرکز دقت خرج را گذارد در آن صورت خرج او بیشتر افزایش خواهد کرد. در مثال آورده شده انسان به یک طور عادی دقت خود را به نرسیدن پول روانه کرده است. او گمان میکند که به حل مشکلات مشغول است،
اما در واقع آنها باز روز از روز بیشتر میشوند. در همه چیز عیب و نقصان جستن خصوصیتی خاص انسان است. در این جهان همه چیز از فکر و اندیشه شروع می شود. ثروتمندی، کمبزاعتی، سلامتی، بیماری، خوشبختی، بدبختی، نزاع و نفاق، سازگاری، همه اینها دستاول در معینه سر انسان پیدا می شوند. اگر انسان همیشه درباره ناقصی های دوستان خود فکر کند، در این حالت او زود آنها را از دست می دهد. ناکامی و کامیابی نیز از اندیشه آغاز می شود. در نوبت از همه آخر باید عمل کرد. ما باشیم عادتهای برعکس رفتار میکنیم. اول بسیار کار میکنیم اما بعد اندیشه میکنیم. برای اینکه ما را به آن باور میکنانیدند نه کمتر فکر کنیم و بیشتر کار. در واقع این نادرست است. با انجام دادن کار بسیار و بردوام کس نمیتواند به چیزی موفق شود. در زندگی میتوان دو طایفه آدمان را به مشاهده گرفت. طایفه اول با دستانشان کار کرده با معینه سر به کجا خرج کردن پول را حساب میکنند. این چیز را باید خرید، مبلغ تحصیل را پرداخت، خانه را تعمیر کرد و غیره. بیا که تمام عمر حسابدار هستند. طایفه دوم از عقل خود کار گرفته با دستانشان پول حساب میکنند. خداوند ثروت‌های طبیعی را در روی قعر زمین و هوا فراوان آفریده است. ما فکر نمیکنیم که امروز باید کم نفس کشید تا که برای فردا هوا رسد. ما میدونیم که این چیز به حد فراوان است و به راحت نفس میکشیم. خلاصه تغییر دادن تفکر خود خیلی دشوار است. آیا ما به این قادریم؟ آدم واقعا همه چیز را کرده میتواند، اما برای این شما باید قدرت معنوی و عزم قوی داشته باشید. این صفت ها را نه همه دارند. از این رو بسیاری ها کم بضاعت باقی میمانند. خداوند نگهبان.